سلام، در این ویدیو بررسی میکنیم نحوه کار دمگیر متوسط به همراه بوجار رو. همونطور که در این تصویر میبینید مخزن بوجار فعلا خالیه. این نمونه محصولی که میخوایم داخل دستگاه بریزیم. محصول رو داخل دستگاه ریختیم و از قسمت انتهایی داره وارد سرند میشه. همونطور که اینجا میبینید محصول دارای ناخالصی است، چوبا و کشمش‌های ضعیفی که بعضی از اونها در طول این مسیر سرند از زیر سرند ریخته میشن و بعضی دیگر از مقابل دریچه بوجار که عبور میکنن بوجار اونا رو به داخل مخزن خودش هدایت میکنه. اینجا محصولی که دمگیری شده از سرند عبور کرده و بوجاری هم شده. در انتها این مخزن بوجار که می‌بینید بعضی ناخالصی‌ها مثل چوب‌های بزرگ رو گرفته. همچنین شما میتونید این بوجار رو تنظیم کنید تا ناخالصی‌ها و چوب‌های بیشتر یا کمتری رو بگیره.